در انتخابات گذشته به اویگل همگی چند آواز نرسید که در انتخابات مجلس محلی پیروز شود. هرچند از میان 8 زن داوطلب رأی بیشتر به دست آورد. بتفاوتی به ناکامی می آورد. همسایه های گرد و اطراف به انتخابات بتفاوت هستند. میگویند تو نامزد شدی به ما چی؟ یا میگویند روز انتخابات وقت ندارند. آدمان بتفاوت هستند و نمیدانند که در انتخابات آینده آنها حل می شود. اویگل زمانی در فکر وکیل مجلس شدن افتاد که مادر شد. دید که در دههشان برای کودکان شرایط نیست، آب و برق درست ندارند. ارزی مردم را به گوش منصبداران رسانیدن نتوانست. اکنون این زن فعال تلاش دارد مناسبت منصبداران را به مردم عوض کند. بیشتر من یک شخصی باز و آشکار نبودم. در نزد مردم سخن گفتن نمیتوانستم. شاید بنابر خصلت‌های ملی ما قرغیزها که زنان دایم در مقام دوم هستند. این دوره‌های آموزشی باوری و اعتماد مرا به خود بیشتر کرده است. زنان در صحنه سیاسی قرغیزستان هنوز حضور فعال ندارند. در پارلمان همگی 16% وکیلان زنانند. کارشناسان میگویند هنگام پیشبری نامزدها زنان را از روی خط بیرون میکنند و جامعه هنوز عادت ندارد به زنان آواز دهد. مانع اساسی در راه استفاده توانایی زنان فعال این تصورات شخص شده در مورد زنان است. برای از بین بردن تصورات شخص شده 1-2 سال کفایه نیست. میگویند که برای دیگر کردن تصورات شخص شده 1 نسل ضرور است. اما اگر ما کار را حال آغاز نکنیم گمان است که نسل این بعد تغییر یابد. اختصاص 30% کرسی های پارلمان برای زنان در قرغیزستان بهانه خوبی برای از خود درک دادن بانوان است. مناسبت جامعه ما با زنان بسیار سنتی است. بگذار زنان در جای خود پشت آتش دام باشند و مثل این. لیکن وقتی زن در سیاست اشتراک نمی کند، هنگام قبول قرارها مسئله های اجتماعی صرف نظر می شوند. مثلا مسئله نارسایی باغچه های کودکان. طرح بیشتر کردن کرسی های پارلمان برای زنان به همه پسند نیست. مردان یکی از دهه های قرغیزستان حتی به پرزیدنت عرض کردند که آنها نمی توانند از حساب زنان نامزدهای لایق به وکیلی را پیدا کنند. من یک گروه مردان را میدانم که از منفعت زنان حمایت میکنند. آنها نه تنها جانبدار کوته 30% بلکه 50-50 هستند، یعنی برابر با مردان. 50-50. عین زمان در تمام قرغیزستان واخوری ها با زنان فعال دایر می شود. تشکیل کنندگان دوره های آموزشی امید ندارند که هر یکی از شرکت داران یک کرسی پارلمان را صاحب می شود. اما باور دارند که اکثریتشان در حمایت از حقوق خود فعالتر خواهند بود.